خدایا خود را بشناسم. کتاب خاطرات از ادبیات شناس و نویسنده شهیر تاجیک زنده یاد رسول هادی زاده. تهیه و صدا رامین هادی زاده. قصه باغ قواله. اکثر حوله سمرقند از جمله حوله ما نیز تنها برای اقامت زمستانی موافق بود. از این سبب شخصان دارا بیرون از سمرقند باغ داشتند و اول بهار با ایال و فرزند به باغ برآمده تا فرآمدن سردی‌های تیر ماه در همانجا در سایه و سلقین زندگی می کردند. جدم مفتی هادی خواجه از دوری باغ تیلاق به ملال آمده تخمیناً در سال 1909 از قواله نامباغات سمرقند باغی نچندان کلان 1.5 تناب خریده به نام توتم مادر کلانم وثیقه کرده اند. از آنجا که من میدانم از عصر 19 گرداگرد شهر سمرقند را باغهای سیراب و سبز و خرم حلقه‌وار احاطه کرده بودند. این منطقه را سمرقندی ها باغات می گفتند. باغات ها نام داشتند، چنانچه در طرف شرق بعد از دروازه قلندرخانه باغات کفترخانه، رجب امین، پل مغاک، در شمال بعد از دروازه شاه زنده باغ بلند، کان گل، باغ میدان، در جنوب بعد از دروازه سوزنگران باغات قواله، مولیان، دشتک بالا، قوچنان. باغ ما در جنوب در قواله پایان و به شهر نزدیک بود. باغ دروازه کلان داشت که نه هر باغ چنین دروازه داشت، از آن اسب و عرابه در آمده می توانست. در پایان باغ قرغان رباط بود برای استقامت اهل عائله. قرغان با دیوارهای لایی یا خشت خام احاطه شده دری 2 طبقه داشت که در وقت ضرورت آن را بستن حتی به قفل ممکن بود. در داخل قرغان یک خانه خواب، یک ایوان برای نشست و خفت خواب، 2 ایوان سابات برای گاو و گوسفند و ایوانچه دیگر برای پخت و پز خوراک و نانهای خانگی واقع گشته بود. در بیرون باغ نزدیک به قرغان سرحوض بود. حوض همیشه از آب روانی تازه جوی پر بود. در پهلوی حوض صوفه کلانی از خاکهای توده شده حوض برداشته بودند. خاک توده را به شکل 4 کنجه راست کرده بالای آن را با کاهگل انداوه و همواره کرده بودند. این صوفه با تراوش آب حوض از زیر سلقین و از گرمی آفتاب خشک بود. در صوفه اکثر وقت مهمانهای پدرم جمع می آمدند. در همینجا می خوردند و همینجا می خوابیدند. در طرف شرق صوفه میدان کلانی گنوش قزار بود برای قوت گاو و گوسفند. میدان دیگری باغ تاکزار بود. در اطراف دیوار و جایهای دیگری باغ درختان میوه‌دار و در صحن دروازه خانه یک درخت کلان توتی مرواریدک هم داشتیم. اولی بهار پدرم 1 یا 2 عرابه کرایه کرده به آن اسباب خانه و روزگار را بار می کرد. بالای کرپچه های نرم ما بچه ها را جای می داد. در عرابه دیگر با اسباب و جهاز خانه مادر کلان و مادر و عمویم نشسته گاو و گوساله را به عقب عرابه بسته همه به سوی باغ راه می گرفتیم. جنتی روی زمین بود در گرمای تابستان باغ ما در قواله. خرد بودم اما طرح رباط و نمای سرحوض و تاکزاری باغ، درختان سرسبز، جویهای روان و علفزار و یونج قزار، درخت توت پیش دروازه خانه و عموما فضای آزاد و صافی باغمان سخت در خاطرم نقش بسته است و تا امروز پیش نظرم مجسم جلوه می کند. پدرم تا سر شدن تعطیل به اسب سوار شده به شهر به کار می رفت. بعد از کار و روزهای استراحت آبداری و درویدن یونجقه به عهده آن کس بود.
توته هم با یاری یک زن مخلصشان به نام حاجی آنه میوه خشک می کردند، گاو می دوشیدند، جغرات و قیماق و مسکه تیار می نمودند، از توت شینی می کشیدند، غلونگ قاق می کردند، مویز خشک می کردند. تیر ماه با محصولات باغ و گاو و گوسفند به حولی می کوچیدیم. زندگی به همین نسق جریان داشت. سال ناگاه گپ و نام کلخاز به گوش رسید. گفتند که همه باغها از جمله باغ ما هم از آن کلخاز شده است. کسی از همسایه باغها رئیس شده است. بچه ها را منع کرده است که از قرغان بیرون برآمده از درخت میوه و از تاک انگور خورند. یاد دارم ترسیده از قرغان بیرون نمی برآمدیم ما بچه ها. بعد واقعه ها چگونه صورت گرفت در خاطر ندارم. فقط همینش را می دانم که پدرم هم از بیم مفتی زاده بودنش و هم از ناتوانی در مقابل زوراوری کلخاز باغ را ترک کرد. تمام عمارت‌های قرغان و درخت و تاکزارهای پرحاصل را بی صاحب، بی پاسبان به حال خودش گذاشته دیگر شهرنشین شد. در این میان توته هم بود که بهار و تابستان پیاده به باغ می رفت و بعد از آمدن با اشک‌های روان گریه آلود می گفت که فلانچی بی انصاف ایوان را ویران کرده به خانه‌اش برده است، فلان درخت را بریده پرتافته است، دروازه باغ را کنده رفتند. به حال توته هم دلم می سوخت. قریب همراه آن کس گریه کنم. آخر من باغمان را خیلی دوست می داشتم و حالا هم.